درود همراهان، اینجا تاپ هاب هست و خوش آمدید به اولین ویدیوی چنلم. توی این چنل قرار خفن ترین و باور نکردنی ترین چیزهای دنیا رو بهتون نشون بدم. چی بهتر از شروع با 7 تا از مرگبارترین سلاح‌های ایران، سلاح‌هایی که کل دنیا رو شوکه کردن، از موشک‌هایی که جو رو میشکافن تا زیردریایی‌هایی که مثل شبح عمل میکنن. آماده اید با این غول‌ها آشنا بشید؟ پس بزن بریم. شماره 7. موشک بالستیک خرمشهر 4. این غول ایرانی یک کابوس استراتژیکه که میتونه 2000 کیلومتر دورتر و با دقتی زیر 10 متر نابود کنه. خرمشهر 4 میتونه از جو زمین خارج بشه و دوباره برگرده، چیزی که فقط قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا و روسیه دارند. این یعنی میتونه سامانه‌های دفاع موشکی مثل پاتریوت آمریکایی رو دور بزنه. این موشک میتونه چند کلاهک جداگانه حمل کنه، یعنی یه موشک چند هدف. تصور کن یه پایگاه نظامی، یه شهر و یه فرودگاه رو همزمان نابود کنه. تو رزمایش پیامبر اعظم 17 خرمشهر 4 یه ماکت پایگاه نظامی رو توی 1800 کیلومتری با دقت 100% زد. پنتاگون بعدش گفت این موشک بازی قدرت توی منطقه رو عوض میکنه. این موشک مثل یه شمشیر تیز عمل میکنه که هیچ سپری جلوش دووم نمیاره. فکر میکنید آمریکا جوابی برای این غول داره؟ بریم سراغ سلاح بعدی. شماره 6. پهپاد شاهد 149 ملقب به فیلر. این شکارچی رادارگریز با برد 7000 کیلومتر میتونه از ایران تا قلب اروپا یا شرق آمریکا برسه. با برد 7000 کیلومتر این پهپاد میتونه ماموریت‌های دوربرد انجام بده، چیزی که حتی MQ-9 ریپر آمریکا با برد 5900 کیلومتر نمیتونه. شاهد 149 مجهز به سیستم‌های جنگ الکترونیک که میتونه رادارهای دشمن رو کور کنه یا ارتباطاتشون رو مختل کنه. این یعنی دشمن حتی نمیفهمه چی بهش زده. ایران از داده‌های پهپاد آمریکایی RQ 170 شکار شده توی سال 2011 برای ساخت این غول استفاده کرد. این یه سیلی تکنولوژیک به آمریکا بود. تو رزمایش پهپادی 1400 شاهد 149 یه هدف دریایی توی خلیج فارس رو با موشک صدی نابود کرد، اونم تو فاصله‌ای که دشمن فکرش هم نمی‌کرد. این پهپاد مثل یه جاسوس نامرئی که میتونه ساعتها توی آسمون بمونه و یهو ضربه بزنه. آماده ی سلاح بعدی هستید؟ شماره 5. موشک کروز خیبرشکن. این موشک مافوق صوت برای نابودی ناوها و پایگاه‌های دشمن ساخته شده، با هیچ راداری نمیتونه رهگیریش کنه. خیبرشکن توی ارتفاع کمتر از 10 متر پرواز میکنه، یعنی رادارهای دشمن عملاً کورن. این ویژگی از موشک‌های ضد کشتی یاخونت روسی الهام گرفته شده. این موشک میتونه توی مسیر پرواز مانور بده و از سامانه‌های دفاع هوایی مثل ایجس آمریکا فرار کنه. توی رزمایش 1401 خیبرشکن یه هدف دریایی تو فاصله 1000 کیلومتری رو نابود کرد. اسم خیبر به نبرد خیبر توی صدر اسلام اشاره داره.
نماد پیروزی بر دژهای نفوذناپذیر که اینجا یعنی ناوهای غول‌پیکر دشمن. این موشک مثل یه شبح مرگباره که قبل از اینکه دشمن بفهمه ناوش رو به قعر خلیج فارس میفرسته. بریم سراغ اصطلاح بعدی. شماره 4. سیستم دفاع هوایی باور 373. این سپر غول‌پیکر آسمان ایرانه که حتی جنگنده‌های رادارگریز مثل F-35 رو شکار میکنه. باور 373 از هوش مصنوعی برای تحلیل تهدیدات استفاده میکنه. یعنی میتونه بین پهپاد، موشک کروز یا جنگنده تمایز قائل بشه و سریع واکنش نشون بده. رادارش میتونه اهدافی با سطح مقطع 100 متر مربع مثل F-35 رو توی 450 کیلومتری ببینه. چیزی که حتی S-400 روسیه به سختی انجام میده. توی رزمایش مدافعان آسمان ولایت سال 1400 این سیستم یه پهپاد دشمن رو توی 200 کیلومتری شکار کرد و نشون داد ایران توی دفاع هوایی خودکفا است. تولد این سیستم دفاعی زمانی بود که روسیه تحویل S-300 رو به ایران به تأخیر انداخت. ایران خودش باور 373 رو ساخت و دنیا رو غافلگیر کرد. این سیستم مثل یه تار عنکبوت مرگباره که هیچ پرنده‌ای نمیتونه ازش فرار کنه. به نظرتون سلاح بعدی چیه؟ شماره 3. پهپاد کمان 22. این شکارچی رادارگریز با برد 3000 کیلومتر یک کابوس برای اهداف زمینی و دریایی. ایران با شکار آرکیو 170 پهپاد آمریکایی توی سال 2011 تکنولوژی این پهپاد رو کپی کرد و کمان 22 رو ساخت. یه تحقیر تکنولوژیک برای آمریکا. میتونه همزمان شناسایی، جنگ الکترونیک و حمله با موشک قائم رو انجام بده. چیزی که توی پهپادهای نسل قدیم نادر بود. توی رزمایش ذوالفقار 1400 کمان 22 یه هدف دریایی رو توی 1000 کیلومتری نابود کرد و نشون داد ایران توی جنگ دریایی هم حرفه‌ایه. این پهپاد مثل یه عقاب نامرئی که از آسمون ضربه میزنه. فقط 2 سلاح دیگه مونده. شماره 2. موشک فاتح 110. این موشک تاکتیکی با دقت نقطه زنی ستون فقرات موشکی ایرانه که میتونه هر هدفی رو توی چند صد کیلومتری نابود کنه. با خطای کمتر از 5 متر میتونه یه ماشین رو توی فاصله 500 کیلومتری بزنه. چیزی که حتی موشک‌های ATACMS آمریکا به سختی انجام میدن. توی حمله به پایگاه عین الاسد، فاتح 110 با 11 موشک دقیق پایگاه آمریکایی رو در هم کوبید و دنیا رو شوکه کرد. نسخه های جدید فاتح 110 میتونن کلاهک خوشه‌ای حمل کنن که یه منطقه رو کامل نابود میکنه. ایدئال برای زدن پادگان ها یا کاروان ها. به لطف سوخت جامد، این موشک توی چند ثانیه آماده شلیک میشه، یعنی دشمن فرصتی برای واکنش نداره. فاتح 110 مثل یه تک‌تیرانداز موشکیه که هیچ هدفی ازش در امان نیست. آماده ی آخرین سلاح هستید؟ شماره 1.
زیر دریایی فاتح. این غول مخفی ایران با موشک‌های کروز زیرسطحی برای شکار ناوها توی تنگه هرمز طراحی شده. فاتح میتونه 35 روز زیر آب بمونه بدون نیاز به بالا اومدن. چیزی که حتی زیر دریایی های کلاس کیلو روسیه به سختی داره. توی رزمایش ولایت 97 فاتح یه ماکت ناو هواپیمابر رو با موشک کروز نابود کرد که پیامی واضح به ناوگان آمریکا توی خلیج فارس بود. طراحی بدنه آن امواج سونار رو پخش میکنه، یعنی ردیاب‌های دشمن به سختی پیداش میکنن. این مثل یه شبح زیرابه. میتونه موشک‌هایی با برد 200 کیلومتر شلیک کنه، یعنی از عمق آب پایگاه‌های ساحلی یا ناوها رو غافلگیر میکنه. فاتح مثل یک کوسه نامریه که هر لحظه میتونه ناو دشمن رو غرق کنه. نظرتون چیه؟ این بود 7 تا از مرگبارترین سلاح‌های ایران که نشون دادند این کشور توی دنیای نظامی یک قدرت بی‌تنوع چرا هست. اگه این ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم لایک و ساب کنید و زنگوله رو بزنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. سپاس از اینکه همراه هم بودید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.